سلام و خیر دوستان، خیلی خوشحالم که این جلسه رو هم با من همراه هستید. قبل از شروع درس خواهش میکنم کانال من رو سابسکرایب بکنید تا آموزش های بعدی رو راحت بتونید واسه شما اعلام بشه. من امروز تصمیم گرفتم در مورد variable value، global variable و multiple variable رو به شما توضیح بدم. همونطور که قبلا به شما گفتم، ما اینجا کلا انواع دیتا تایپ ها رو داریم که استرینگ، اینت، تاپل، لیست و دیکشنری. اینا رو تو آینده واسه هر کدومش مثال خواهم زد. اصلا وریبل چیه؟ وریبل تو پایتون و کلی زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه‌ای کاراکتریه که ارزش خاصی داره. مثلا چی؟ x اگه وریبل باشه ولیوش 12. y اگه وریبل باشه ولیوش 20. حالا این نوع اینتشه. اگه c وریبل باشه میتونیم ولیوش رو علی بذاریم. مثلا z وریبل باشه میتونیم ولیوش رو لیست یا دیکشنری هم بذاریم. مثلا n دیکشنری. بعد ما اینجا اینا دیگه حرفی نیست که ارزش وریبل x 12 فیکسه. ما میتونیم اینو تغییراتی هم بدیم تو جلو عوض بکنیم کدهای بعدیمون. مثلا الان x مساوی 12. خب حالا اینجا c مساوی 0. ما اگه بیایم اینجا c رو مساوی x بذاریم، به نظر شما ارزش c چیه؟ اینو لطفا خودتون یه جوابی بدید. آفرین، درسته. ارزش c برابر 12 شد. ببخشید، اینجا ما c رو اگه پرینت بکنیم واسه ما 12 رو میاره. یعنی چی؟ یعنی ما قبلا ارزشش c بود، c 0 بود. ما اومدیم گفتیم حالا تو سطر 60 ارزش c رو مساوی x بذار. حرفی نیست که. اما اگه بیام اینجا مثلا بازم x رو مساوی 0 قرار بدم، از سطر 58 که x ولیوش 12 میاد میشه 0. نگاه، من هر دوتاش رو یه جا میخوام پرینت بکنم، 12 و 0 رو. بعد ما الان میخوایم مالتیپل وریبل رو بدونیم چیه. مالتیپل وریبل ما مثلا تو پایتون میتونیم بیایم z n c مساویه 1 2 3. آره، اینجا پایتون میاد به صورت نوبتی. میگه z از اولین رقم رو برمیداره، چون n کاراکتر دومه میاد دومین رقم رو برمیداره. c چون تو ردیف سوم قرار گرفته میاد سومی رو برمیداره، این رو 3 رو. اگه ما بیایم پرینت بکنیم z رو مثل همون
بیایم اینا رو به ترتیب پرینت بکنیم، جواب ها همونطور که گفتم 1 2 3 پرینت میشه. بعد حالا ما میتونیم بیایم به صورت گلوبال یا معمولی اینجا رو داشته باشین، به این توجه بکنید. ما تو پایتون یه دونه تابع داریم که با کلمه اختصاصی دف پایتون میشناسه. یعنی شما هر جا بیاین دف بنویسید، اینجا پایتون به عنوان تابع میشناسه. میبینید زرد شد، اینم آبیه. بعد تابع رو توضیح خواهم داد به شما که به چه نحوی و چطوری باید نوشته بشه، اصلا ماهیتش چیه. و فرض کنید اینجا ما یه دونه وریبل داریم، ولیوش 12، حرفی که نیست. بعد میام داخل تابع یه دونه گلوبال اس می نویسم تا پایتون بتونه این حروف اس رو خارج از تابع بشناسه. یعنی چی؟ یعنی اینجا رو داشته باشید من الان اینجا بیام اس رو مساوی 13 بذارم، بعد بیام اینجا پرینت بکنم اس، یه دونه بیرون پرینت بکنم اس، کدوم خروجی واسه ما چی نشون میده به نظر شما؟ بله 12 درست. ببخشید سیو نکرده بودم. 12 رو واسه ما نشون داد. حالا من بیام اینجا اگه تابع رو صدا بکنم بنویسم هلو، واسه ما چی رو نشون میده؟ حالا زیاد خودتون با مسئله تابع درگیر نکنید. 13 رو واسه ما پرینت کرد. بعد الان من بیام اگه اینجا گلوبال بنویسم پشت سر اس، به نظر شما واسه من چی رو پرینت خواهد کرد اگه پرینت اس بزنم؟ عدد 13 رو. درست، من اینجا تابع رو صدا نزده بودم، خاطر هم دیدین 13 رو واسه ما پرینت کرد. چرا؟ چون ما اینجا زمانی که این تابع رو صدا میزنیم، یعنی این کدی که داخلشه به سر پایتون میتونیم دسترسی پیدا کنیم. انگار میاد ولیو اس ردیف 68 رو تغییر میده به 13 تو سطر 71. یعنی خروجی هاشون هم یکی. حالا تابع هم به شما یه مختصر الان بگم که ذهنتون مشغول نباشه. تابع در واقع فرض کنید یک جعبه باکسی دارید داخلش 1000 سطر کده که ثابته، یک کار مشخصی رو انجام میده، ورودی میگیره خروجی میده. تابع دقیقا کارهایش اینه.
تا زمانی که ما داخل تابع ورودی ندیم یا تابع رو که بدون ورودی هست الان اینجا مشاهده میکنید صدا نزنیم، یعنی هلو که من تو سطح 73 نوشتم، یعنی تابع 169 رو فرا خوندم که میگم داخل تابع کدوم کدهایی هست واسه ما انجام بده، واسه ما اجرا کن کدهای داخل تابع رو. حالا من اگر اینجا گلوبال رو بردارم کلن واسه ما، یا بیاین اینجا یه دونه پرینت اسم بنویسم. به نظر شما واسه من چی رو، کدوم عدد ها رو میاد پرینت میکنه اگه بزنم؟ بله 12 و 13 هر دوتاش رو. همونطوری که گفتم دلیل این برعکس شدنش هم من اول تابع رو صدا کردم 169 تا 72 رو اجرا میکنه واسه من، بعد میاد سطر 75 که میاد سطر 68 رو صدا میکنه. اگه الان من بیام هلو رو بعد از پرینت اجرا بکنم دقیقا رقم 12 13 رو واسه ما اجرا خواهد کرد. قانون مهمی رو میخوام الان به شما بگم که تو وریبل چیا رو باید رعایت بکنیم. 1. نباید هیچ وریبلی با آندرلاین مثلا این A شروع بشه، اشتباهه. یا مثلا A علی فاصله S، مثلا اینو نوشته مثلا خطا میگیره واسه شما. یا باید یه اسم مشخصی داشته باشه، اصلا عددم نمیتونید بدید، مثلا 2 مساوی 2، اشتباه. یعنی چی 2 مساوی 2؟ وریبل هیچ وقت نمیتونه نوعش اینت باشه. یا نمیتونیم وریبل رو مساوی 12 قرار بدیم، اشتباه، خطا میگیره. همونطور مثل دیکشنری، اینم اشتباه. درستش اینه که ما بیایم با قراردادهایی که بین برنامه نویسا هستن، مثلا اسم مشخصی، عدد میتونیم باشه، بعد مثلا نمیتونیم اینطوری هم بنویسیم، اینو توجه داشته باشید add underline that. این اشتباهه، درسته میشه ها ولی اشتباهه. اینو یه شخصی که مثلا 2-3 روز برنامه نویسی رو شروع کرده، این نشون میده که طرف حرفه‌ای نیست، با قراردادها اصلا چیز نداره، آشناییتی نداره. یا میتونید اینطوری هم بنویسید، مثلا کامل کیس. خب بعد اینا رو باید شما تمرین بکنید. درسته چیز نکات ساده ای هستند ولی خیلی مهمه که باید آشناییتی داشته باشید که وریبل ولیو چیه، چی کار میخوام بکنم. خیلی ممنونم که جلسه رو با من همراه بودین. امیدوارم مطالب واسه شما مفید بوده باشه. تا درس بعدی، خدا نگهدار.